سلام بچه ها، وقتتون بخیر. ما آمدیم به نمایشگاه میلاد، هم که سمت ورودی سالونه. اومدیم داخل. ببینید خیلی زیاده غرفه، هر غرفه مثلا از شرکت خودش نمایشگاه داره. میگه مثلا نمایش میذاره مثلا چیزایی اینجا که ببینید شما کلن همه هر کس در بین خود کار میکنه. این نمایشگاه میلاد فقط برای برقه و هر شرکتی از خودش یه غرفه درست میکنه و چیزایی که مثلا تازه اختراع کردن رو نمایش میذارن. شما ببینید ما اومدیم اینجا داریم کار میکنیم. این هم غرفه خودمونه که داریم کار میکنیم که انسان همونه که براتون توضیح دادم به اون ویدیو قبلی هم. بریم نمایشگاهی میلاد، نمایشگاهی برق.